السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و عزیزان. امروز میخوام در مورد عزیز صحبت بکنیم که آیا حدیث تا قرن سوم تدوین نشده بود و اگر تدوین نشده بود چگونه حفاظت شد؟ یعنی از زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم تا قرن سوم که امام بخاری و امام مسلم اینا آمدن و کتاب های صحیح البخاری و صحیح مسلم را تصنیف کردن، تا زمان اینها حدیث چگونه حفاظت شد؟ منکرین سنت همیشه میگویند که حدیث تا قرن سوم تدوین نشده بود و علتش میگویند که صحابه و خود پیامبر صلی الله علیه وسلم هیچ توجهی به حدیث نداشتند. اگر توجهی به حدیث می داشتند حتما احادیث را تدوین میکرد تا اینکه محفوظ باقی بماند. ببینین، ای که بگوییم تا قرن سوم تدوین نشده بود، هیچ کاری برای حدیث صورت نگرفته بود، این گپ غلط است. چون که در برنامه قبلی که در مورد ازی صحبت کردیم که آیا پیامبر صلی الله علیه وسلم از نوشتن حدیث نهی کرده بود، در این مورد گفتیم که بعضی موارد ذکر کردیم که پیامبر صلی الله علیه وسلم اجازه دادن حدیث نوشته شود. حدیث ابو شاه بود، حدیث حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص بود رضی الله عنهما و حدیث حضرت علی بود که چند نمونه ذکر کردیم. بلکه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و خود رسول الله صلی الله علیه وسلم اهتمام ویژه‌ای به حدیث داشتند. اما ای که چرا خودشان دست به کار نشدن که رسما تدوین بکنن، علت‌های خاص خود دارن. از جمله ای که زمان صحابه و زمان تابعین یک زمانی بود که حدیث در اون زمان صاف و نقی بود، یعنی هیچ چیزی قطع نشده بود. و همچنان صحابه و تابعین کسانی بودند که احادیث را مستحضر در ذهنشان داشتند، یعنی خوف از این وجود نداشت که اگر احادیث تدوین نشود ضایع میشه. این خوف اصلا وجود نداشت تا اینکه قرن اول خلاص شد و در زمان حضرت عمر بن عبدالعزیز که اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم است، رسما حرکت تدوین شروع شد. رسما حرکت تدوین توسط عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه شروع شد. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه که خلیفه وقت بود، به علمای سرشناس هر منطقه مکتوب روان کرد که تدوین حدیث را آغاز بکنید. امام مالک رحمت الله علیه در موطا روایت کرده که حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه با ابوبکر بن محمد بن حزم مکتوب روان کرد. عنوانش این بود: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او سننه او حديث عمر او نحو هذا فاكتبه فاني خفت دروس العلم و ذهاب العلماء. گفت که ببین آنچه میبینی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم، از گفته های حضرت عمر یا مانندشان اقوال صحابه و تابعین، گفت بنویس، در قید قلم بیاور. گفت من میترسم که علم از پیش ما بروه، با رفتن علما علم از پیش ما بروه. چون زمان صحابه که منقضی شد، زمان تابعین و کبار که منقضی شد، افرادی که بعداً آمدن مثل صحابه و مثل کبار و تابعین در علم و در تقوا به سویه اونا نبودن و حدیث هم با گذشت زمان بعد چیزای از هر طرف حمله های علیه حدیث صورت میگرفت. اینجا بود که حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفه وقت این خوف احساس کرد که اگر حدیث نوشته نشود خوف از این وجود داره که حدیث از پیش ما بره. اینجا بود که علما به جمع و تدوین احادیث آغاز کردند. اما یک فرق وجود داشت با زمان قرن سوم، با زمان بخاری و با زمان امام مسلم، و فرقی بود که در زمان عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه احادیث به طور جداگانه ترتیب نشد، بلکه احادیث، اقوال صحابه، فتاوای صحابه، فتاوای بعضی کبار تابعین، اینا هم یک جا جمع بندی می شدن. و در قرن سوم که زمان امام بخاری و امام مسلم ایناست، در زمان اینها باز یک کمی علم حدیث پیشرفت کرد. احادیث جدا شد از اقوال صحابه و اقوال تابعین. احادیث در دفترهای مشخص، در کتابهای مشخص
جدا جدا نوشته شد و حرکت نقد سند به وجود آمد، حرکت نقد متن، شرح و تعدیل به وجود آمد، علم رجال به وجود آمد. اینا همه به این خاطر بود که احادیث از غیر حدیث، حدیث از غیر حدیث جدا شود. چیزای دیگه یعنی چیزای دیگه نتواند جایگاه حدیث بگیره. بعض کسایی که حدیثای موضوعی ساخته بودند، بعضی کسایی که احادیث ضعیف به خاطر تایید مسلک و رأی خودشون روایت میکردن، راه اونا را بستن که احادیث از غیر حدیث جدا شود و حدیث نقی و صاف شود. و روش نوشتن اونا هم دو روش داشتن. یکی نوشتن به طریقه مسند ایره میگن که احادیث هر صحابه جداگانه نوشته شد. مثلا احادیث حضرت ابوبکر در یک جا، احادیث حضرت عمر در یک جا، احادیث حضرت عثمان اما رقم علیحده نوشته شد که از جمله مسند امام احمد بن حنبل بزرگترین کتاب حدیثی است که در دسترس جهان اسلام قرار دارد. و دومین روش موضوعی بود که بر اساس موضوع احادیث جمع بندی میکردن، ترتیب میکردن. مثلا احادیثی که در مورد نماز است در یک جا، احادیثی که در مورد زکات است در یک جا، اما رقم دیگه نوشته کرده میرفت. و صحیح البخاری، صحیح مسلم ثمره این حرکت است. و ای که بگوییم زمان صحابه به کلی از تدوین حدیث خالی بود و تا زمان امام بخاری و امام مسلم که قرن سوم تا این زمان هیچ تدوین صورت نگرفته بود، ایگه به کلی غلط و دروغ است.